سراسر اندیشه و گفتار و کردارش او زرتشت الهامی است از سوی خداوند یکتا که انسان را به سوی رسایی و خوشبختی راهنمایی می‌کند. پاکان جاودان پرتوهای اهورایی و سرودهای مقدس گاتاها را فرا پذیرید و بدانها ایمان داشته باشید. ای گاتاهای مقدس، با کمال احترام به شما درود می‌فرستم. گاتاها یا سرودهای آسمانی زرتشت کهن‌ترین بخش اوستایی است که از دستبرد پیش آمد محفوظ مانده و در بردارنده چکیده دین زرتشت و نمایانگر بهترین روش زندگی و فلسفه اخلاقی بوده و آیین بهزیستی و رستگاری در آن به خوبی تشریح شده. بیگمان گاتاها سرودهای پاکی است که در عین حال که در درگاه خداوند جان و خرد نماز است و نیایش، برای مردم آیین زندگانی و راهنمایی رسایی و جاودانی است. آن را خواندن خدای دانا را ستودن است و اندیشه را برای زندگی بهتر و برتر انگیختن است. گاتاها شناخت و دانستن راز زندگانی را نخست با درون نگری و خودشناسی آغاز می کند. این روش خودشناسی و آگاهی از نفس کهن‌ترین و جاودانه ترین شیوه است که بشر تاکنون شناخته است. در گاتاها راستی و درستی هسته هر چیز است و پیام گاتاها برای پیشرفت جهان است. بیاییم به این پیام اهورایی گوش دهیم. ای اهورامزدا، ای خداوند جان و خرد، سرم در نمازت خم است و دستهایم افراشته. از تو میخواهم با کارهای راست و درست و پاک خود که از روی خرد و با دانش نیک انجام میگیرد جهان را آباد و جهانیان را شاد سازم. یسن 28 بند 1. خدایا دلم را برانگیز و از آرامش تواناییم بخش و از افزاینده ترین خرد خود ای مزدا پاسخ به نیایش هایم ده و از راستی نیرو فراوانم ده و از منش نیک شادیم ارزانی دار. یسن 33 بند 12. ای خداوند جان و خرد، هنگامی که تو را با نیروی خرد و اندیشه جستجو کردم و با دیده دل نگریستم، دریافتم که تویی سرآغاز و سرانجام، تویی سرچشمه منش پاک و تویی آفریننده راستی و تویی داور نیک همه کردار مردمان جهان. یسن 31 بند 8. دریافتم که آرامش از توست، خرد جهان آفرین از توست و ای خداوند جان و خرد، آن اندیشه از توست که جهان را راه نمود و آزاد گذاشت تا اگر بخواهد مرد آبادگری را برگزیند، وگرنه روی به کسی ببرد که به آبادی و شادی کاری ندارد. یسن 31 بند 9.